سلام بهونه قشنگ زندگیم برای ادامه دادن. چطوری سولی؟ چطوری عزیزم؟ چطوری کسگم؟ من تافکیدم. شناختی منو؟ من تافکید. آقا امروز اگه گفتی پلن چیه سولی؟ امروز پلنمون بازار سیاهه. میخوایم بریم بازار سیاه. آره دیگه بازار سیاه میشه. میخوایم بریم بازار دزدا. اون بازارها که همه چی توشون ارزونه. میری PS5 میخری 3 میلیون تو خواب، بعد میای بازی کنی دستت از زیر پتو میزنه بیرون. آره یه الان اومدم دنبال رفیقمونم اومدیم دنبالش بریم بازار سیاه. ایو صبح سلام صبحت بخیر. لاستیک عقبت بد صبح شد. بریم مال خرید. حالا 2 تا مال خوب بزنیم زمین. بریم آقا. به نظرت امروز چی کاسب میشیم؟ داش بزنیم الله برکت الله خدا بخواد. علا برکت الله هرچی خدا بخواد. تو دزدی هم تو مالخری هم آدم باید از خدا یاد کنه. خدا آخر خدا وسط خدا کلن خدا. بده 6 برو کیش. بله آقا خوبه. داشتی میفرمونی. Yeah, on Friday, everyone are asleep. I want to go to the work. You are the business. میرو اما آینه خودمون. مالو بگیر. چی شد؟ الله برکت الله. بازار باشه. باشه. یه احساس میکنم اینا مصرف شدن. نه بابا. نه اینا مصرف بعد 2 سالشون. پای کابینت نمیخواد. تست اولیه رو رفتن قبول شدن. یه بار دیگه بگو. میگم اینا تست اولی وسایلی که می‌بینی بذار پاپیناریشه تست اولش رفتن قبول شدن. تست دومش ما می‌خوایم استفاده کنیم. گلاس گوشی. قشنگ. یا حسین از گلسای رو زمین رو ببین. اونا با دستمال قد قش. پروتز ممس. سایز چیز دارم. تو دست جا نمیشه. خوب نیست. جا نمیشه. خوبه. حاجی دست تو دست من نیست. شاید تو دست تو جاشه ولی تو دست من. شما دوست ما نیست. دقیقاً. با آیفون 13 خیلی. آقا بوریا سلاخی میخری؟ نه باشه چیزه پوستکنه. اینجوری می‌نازه زیر پوست کار اینجوری میکنه. چجوری؟ اینجوری. آها یه بار دیگه. بابا اینجوری پوستو میگیری اینجوری می‌نازه زیرش اینجوری میزنه. پوستکنه. اینم که بعد خواهان دیگه. جالبیه صندوق دارم. آقایی که دیروز راجبش زیر سیگار ها. بیا بخیر. ضیافت هم میخوره. آره نه ارزش نداره. آقا پویا مال خوب سی چششو تومن بده گرفت. مثلا 50 تومن هم بده 30 بشه. آقا پویا من به نظرم این سبک بیزنسمنی درست نیست. چه سایز قبر دیدی به من بگید. داداش اون قرمز سفیده چلو قبره. آسیا چی جلو پنجره پیکان آره چه چیز عتیقه ای. چی؟ آقا پوریا مالخر باشه. آقا این دوتا رو با هم چند خریدی؟ آقا پوریا؟ ممنون مصاحبه مال پیدا کردیم. دایی گفتی چند؟ 50 تا عشقم. تخفیف هم میدی؟ قابلتو نداره. نه دیگه تخفیف رو بده برده. این پایین تر نمیاد باش. بیا بگنیک 150. بگنیگا چند؟ نگیر دیگه بسه دیگه. خاله این آب میوه چنده؟ 20 تومن.
خب آقا با عرض پوزش من گوشیم خاموش شد وسط جمعه بازار. آره دیگه، قیمت ها رو که دیدید. امیدوارم که از این ویدیوم لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. بوس به کلتون.